ضمن سخن افتتاحی پرزیدنت اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان تاکید نمودند که رونمایی جلد 4 کتاب دوشنبه قلب تاجیکستان در عرفه روز پایتخت بسا رمزی است، چون کتاب مذکور به دستاوردهای نظررس رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در دوام 7 سال آخر دوران صاحب استقلالی که تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان روی کار آمدند بخشیده شده است. مفصل نقل میکند. در کتاب عکس‌های جای داده شدند که محتوای نگاشته ها را تحکیم میبخشد. هر یک مقاله هدف معین خود را دارد. تهیه‌گر کتاب میرزا امین میرسعیدزاده کوشش به خرج داده است که رویدادهای فرح بخش پایتخت، روندهای نوین بنیادکاری، سازندگی، همزمان نوگانی‌ها و رشد بی‌مثل و مانند شهر دلارای دوشنبه، اینچنین افکار و اندیشه‌های خادمان نمایان دولتی و جمعیتی، سیاستمداران، عالمان و متخصصان و کارشناسان را مختصر انعکاس نماید. وقتی که ما این کتاب رو ورق می‌زنیم می‌بینیم که در حقیقت این کتاب در سطح خیلی عالی مرتب گشته است، با 3 زبان نوشته شده است و از عکس‌های گوناگون، از اندیشه‌های عالمان ساحه‌های گوناگون و خودی عقیده‌های مؤلف این کتاب یعنی که تشکیل شده است و پیش از همه ما با اون نظر میکنیم که در حقیقت اون رشد اینفراستراکچور شهر دوشنبه و ساختمان انشاءات‌های نوین که در این شهر دوشنبه صورت گرفتند در حقیقت سیمای شهر دوشنبه رو دیگر ساختند، دوشنبه رو جوانتر ساختند و در نتیجه کوشش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی شهر دوشنبه به یکی از شهرهای امن‌ترین در دنیا اعتراف گشته است و از جهت اکولوژی برای زیست آدمان خیلی هم مساعد می باشد. کتاب مورد نظر ارزش بلند علمی و تحقیقاتی داشته از 344 صحیفه و 30 مقاله عبارت می باشد. نگاشته های آن با 3 زبان تاجیکی، روسی و انگلیسی تالیف شدند. در آن اندیشه های شخصیت های برومند و معروف نسبت به دستاورد و مظفریت شهرداری و رشد پایتخت کشور شهر دوشنبه گرد آورده شدند. امروز شهر دوشنبه میزبان چاره‌بینی های سطح بلند بین المللی و مکان دوست داشته سیاحان خارجی می باشد و کتاب مذکور جهت معرفی هرچی بیشتر امکانات و ظرفیت‌های شهر دوشنبه به سیاحان نقش مؤثر می گذارد. خیلی که در یکی از سخنرانی خود اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان گفتند کتاب کلید دانش بوده، واسطه اساسی سوادنامه‌شوی می باشد. همه ما می‌دانیم که کتاب یکی از نعمت‌های بزرگ می باشد. تهیه سلسله کتاب دوشنبه قلب تاجیکستان نیز با 3 زبان از اهمیت دار نبوده می‌تواند یکی از دستاویزها برای سیاحان و مهمانان خارجی و داخلی کشور خدمت نماید. این کتاب به خاطر همین به 3 زبان یعنی که نشر گردیده است که اون با هم یک چه میگن جامعه جهانی که بیشتر با انگلیسی سخن میکند روانه شده است و با زبان روسی به خاطر اون که اتحاد دولت مستقل همه با زبان روسی گپ میزنن، یعنی که این هم یک آدیتوری خیلی بزرگ است و البته ما پیش از همه امکانات هایی که امروز داریم در سایه توریسم این کتاب یعنی کتاب دوشنبه قلب تاجیکستان یک راهنمایی است، یک دستور است تا اون که اون شخصانی که از خارج کشور میبیان با دل خود زبانی که برای موافق است اطلاعی ضروری رو به خود پیدا کنند. پایتخت وقتی که رشد می‌یابد، پایتخت یک دولت خودی دولت رشد می‌یابد و از روی انمون دستاوردهایی که در این کتاب ما میبینیم ما خلاصه میبریم که این در اون رشد عمومی تاجیکستان عموما انعکاس خود را پیدا کرده است. جلد 4 کتاب دوشنبه قلب تاجیکستان ادامه منطقه جلدهای 1، 2 و 3 بوده. در آن روند کارهای سازندگی و آبادانی 7 سال آخر شهر دوشنبه انعکاس یافته است. طی سالهای آخر
душанбе на балки ҳамчун пойтахти маъмурии кишвар, балки як макони баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ, чорабиниҳои сиёсӣ ва чорабиниҳои илмии сатҳи ҷумҳуриявӣ ва сатҳи байналмилалӣ гаштааст ки китоби мазкур муаррифгари дастовардҳои муҳтарам раиси шаҳри Душанбе таҳти унвони мактаби давлатдории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таи солҳои охир дар бунёдкорӣ ва ободонии шаҳри Душанберо ба ҷаҳониён муаррифӣ сохтааст. унвони китоб собит менамояд ки муҳтавои марказии нигоштаҳои адибонро мавзӯъҳои арҷ гузоштан ба таърихи миллат, таҳкими эҳсоси хештаншиносиву ватанпарастии хонандагон ба хусус насли ҷавони кишвар ва васфи шаҳри Душанбе ташкил медиҳанд. бояд гуфт ки шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон маркази асосии сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву маърифатии мамлакат буда рушду инкишофи кишвар аз набзи рӯзафзони он иборат аст ва он барҳақ қалби Тоҷикистон мебошад.